درود خدمت یکی شما دوستان عزیزی که دارین این ویدیو رو تماشا میکنه. آقا امروز اومدیم واسه پارت دوم ارتقا. اینم جیم واردی که ما جدیدن آوردیم. جافلیکس هم از پک قرمز گرفتم. به زودی ویدیوی فول قرمز شدن هم احتمالاً براتون بذاریم بازیکنایی که ارتقا میخوام بخورن رو بچینم داخل ترکیب فیکس. پپه، لوکاکو، کروس. احتمالاً کروس تو این پارت احتمالاً مکس بشه. اینجا گریزمان و دیبالا هم میمونن که باید اینا هم بیاریم داخل ترکیب. گریزمان هم میذاریمش اینجا. خب بریم بزنیم. 54 تا وزنه داریم که خب بقیه اونا دیگه واسه ما کاربردی ندارن، ولی خب در هر حال میبینید که از این قراره 54 تا وزنه داریم. 2 تاش آبیه و 52 تاش هم سفیده. با یکی آبی شروع میکنیم که عالی میخوره. پپه و گریزمان هم واقعا خوب میخوره. میتونست شتاب بخوره جا استامینو که خیلی بهتر بودم. الان هم خوبه. کاسمیرو بله قدرت بدنی 100 هم به اون میده. 2 تا 100 داد کاسمیرو خیلی زود و خوب. گریزمان این یکی هم که دیبالا قدرت بدنی افتضاح. دیبالا استامینو بد نی. تاقای بعدی تییاگو سیلوا قدرت بدنی خوبه. بعدی شتاب کاسمیرو دیگه 2 تا 100 داده، مهم نیست بعد از این میخواد چیا بخوره. کروس هم که استامینای 100 به ما داد. کروس واقعا آمار بدی داره میده و دست ما نیست. من وقتی اکانتو گرفتم کلا همچی آماری داشت و نمیتونم آمار بقیه رو خراب کنم واسه کروس. و بله اسپید کاسمیرو. آقای بعدی شتاب دیبالا 89 میشه. دیبالایی که یکم بعدم خورده بود داخل پارت قبلی. استامینای لوکاکو. بعدی بله کروس یه دونه اسپید خورد. اسپید شتابش مساوی میشه و لوکاکو هم اسپید 90 رو به ما میده. بریم سراغ بعدی. اسپید 77 کاسمیرو. بریم سراغ ارتقای بعدی. اسپید 89 پپه خیلی آمار خوبی داره میده. واقعا خیلی آمار ضعیفی داشت و بیریکت میخوره روی شتاب دیبالا و میشه 91. با اول دیبالا شتاب 91 به ما میده. تونی کروس که قدرت بدنی میخوره خیلی هم نزدیک به مکس. تونی کروس یه دونه سفید میخوره رو شتاب سرجی روبرتو و تقریبا یکی اونس میره بالا. جیمی واردی اولین ارتقا رو قدرت بدنی افتضاح. اسپید سرجی روبرتو که خیلی خوبه. وزنه بعدی بیریکت رو چی؟ رو اسپید تونی کروس. یکی آبی دیبالا و تییاگو سیلوا و دیبالا هر دو عالی میخورن و به نظر من خیلی خوب خورد. تونی کروس هم که شتاب 84 میده داره مکس میشه. دیبالا قدرت بدنی خوب نخورد. جیمی واردی قدرت بدنی چقدر داره بد. خیلی داره جیمی واردی بد. بذارین جا بجاش کنیم با لوکاکو. شاید این یکی اسپید بخوره اون قدرت بدنی. نمیدونم. ارتقای بعدی تییاگو سیلوا 2 تا استامیناش میره بالا. ارتقای بعدی شتاب کاسمیرو عالی. ارتقای بعدی پاولو دیبالا شتاب میخوره. اورال 85 و نیمه مکس هم میشه. بعدی تونی کروس یه ارتقای دیگه بیشتر نمیخواد تا مکس بشه. جیمی واردی استامینا خورد بهتر از اینی که قدرت بدنی بخوره. اسپید تییاگو سیلوا هم 70 میشه عالیه. شتاب روملو لوکاکو چه بازم خوبه. ارتقای بعدی دیبالا اسپید عالی. ارتقای بعدی جیمی واردی شتاب. بعدی قدرت بدنی دیبالا. امیدوارم کروس هم مکس بشه داخل این پارت و اذیت نکنه یه دفعه بندازه واسه پارت بعد. او اسپید واردی بریکت میخوره که خیلی خوبه و بعد بالاخره تونی کروس مکس میشه با یه همچین آماری که به نظر من خیلی آمار بدیه. میتونست خیلی بهتر از اینا باشه اما خب نشد و با یه همچین آماری مکس میشه. دست ما هم نبود. ما زمانی که گرفتیم اوورالش 90. استامینای 75 هم میده آقای لوکاکو که فوله خیلی مهم نیست چیا بخوره. اسپید آقای جیمی واردی خوبه. راضی هم اسپید خورد. گریزمان قدرت بدنی افتضاح نباید قدرت بدنی بود. اسپید هم 75 میشه. آنتوان گریزمان. اسپید 86 پاولو دیبالا. بعدی شتاب
لوکاکو یکی میره بالا و اسپید 80 میده کاسمیرو. بریم سراغ بعدی. کاسمیرو شتابش هم 79 میشه. کاسمیرو واقعا هم گیم پلی شالی هم آمار خوبی داره میده. اسپید 81. هافک دفاعیه، هرچی اسپید بیشتر بخوره بهتره به نظر من، چون باید تخریب چیه بهتری باشه تا مثلا کار با توپش سریع‌تر باشه و اینا. اینم از این. دیگه تموم شد. یکی هم با الماس میزنیم و بیریکت میخوره. خوب سرژی روبرتو عالی، دیبالو هم عالی. چه ارتقایی، واقعا ارزشش رو داشت. خب اینم از این پارت. خیلی خوب خوردن به نظر من و ارتقاهای زیادی هم مونده، اما خب به نظر من بهترین بازیکن اینجا پائولو دیبالا بود داخل این پارت و خیلی آمار خوبی داد. تنها بازیکنی که داخل این پارت مکس شد تونی کروس بود که خوبه. آمار بهتر از این نمیتونستم بگیرم حقیقتا. تا دیداری دیگر، بدرود.